ماه خدا، ماه شفا، رمضان مرهم دلهای حزین، رمضان ماه جنات، ماه یقین. برکت در رمضان است. این برکت را باید از رمضان بهره بگیریم. برای همه کس برکت نیست، برای کسی که خدا این برکت را نصیبش کرده برکت است. ما نیاز به رمضان داریم، ما نیاز به نماز داریم، ما نیاز به حج داریم، ما نیاز به قرآن داریم، ما نیاز به همدیگر داریم. اگر ما نیاز به اکسیژن داریم تا حیاتمون را حفظ کنیم، و اگر ما نیاز به آب داریم تا حیاتمون حفظ کنیم، و اگر ما نیاز به خواب داریم تا توانمون را حفظ کنیم، و اگر ما نیاز به استراحت داریم تا قدرتمون را حفظ بکنیم و خستگی رو برطرف بکنیم، اینو بدونید که نیاز ما به خدا از همه این نیازها بیشتر است. ماه مبارک، ماه عبادت، ماه سعادت، رمضان، رمضان ماه مبارک، رمضان ماه عبادت، رمضان ماه سعادت، رمضان